وصیت 50، تعویض، پناه بردن از ضرر کژدم. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، دیروز کژدم مرا نیش زد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: اما اگر بیگاهی دیروز می گفتی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، یعنی پناه میبرم به کلمه های کامل خداوند از شر آن چیزی که خلق نموده است، ضررت نمی رسانید. روایت مسلم و ترمذی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: شخص این کلمه ها را بیگاه 3 بار بخواند: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، یعنی پناه میبرم به کلمه های کامل خداوند از شر آن چیزی که خلق نموده است، او را آن شب تب ضرر نرساند. سهیل رضی الله تعالی عنه گفته است: اهل خاندانمان این دعا را می دانستند و هر شب آن را می خواندند. پس بار دختر را کژدم نیش زد و هیچ ضرری به اون نرسید. قابل ذکر است که این دعاها را با اخلاص از روی ایمان بخوانید.